دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. راجع به هوش مصنوعی که میشه ازش به قولی با استفاده ازش یه پولی هم گرفت. ببینید، خب شاید زیاد شنیده باشید با هوش مصنوعی مقاله ترجمه کن فلان کن. نه، این با اون فرق داره. چرا؟ چون نسل جدید هوش مصنوعی هایی که بر پایه بلاک چین هستن، عملا از اونجایی که به دنبال یوزر هستن تصمیم میگیرن که به جای اینکه بیان یه هزینه ای رو صرف تبلیغات کنن، میگن آقا همونو من میام میکنم توکن خودم، ارز دیجیتال خودم و میدم به کاربرهای برتر خودم، به جای اینکه بیام اونو تبلیغات کنم. البته نه اینکه تبلیغاتشون صفره، ولی خب یه بالانسی رو هم این مدلی، یعنی شما یه یوزر رو هم با خودشون شریک میکنن. با ایردراپ ها آشنایی دارید احتمالاً. حالا چند سال پیش ما از ایردراپ میگفتیم، همه میمدن کامنت میذاشتن کلاهبرداری چرت و پرت فلانه، تا اینکه یهو دیگه نات کوین اومد و همه برگاشون ریخت که نه، مثل این که یه چیزایی هست و ما ازش خبر نداشتیم تا حالا. خب اینم به همون صورته. ایردراپ های هوش مصنوعی تقریبا یه 6 ماهی میشه که دارن ترند میشن. انواعی از هوش مصنوعی ها، از هوش مصنوعی هایی که دیتا ماین میکنن، یعنی مثل گرس اکستنشنش رو شما نصب میکنی و به قولی از دیتایی که از مجموعه یوزرها در کل دنیا جمع آوری میکنه استفاده میکنه، واسه یه لایه زیرساختی رو به وجود میاره برای ترین کردن هوش مصنوعی یا هوش مصنوعی هایی در انواع مختلف دیگه. موارد زیادی هم بوده بین اینا، کاملا رایگان اومدن ایردراپ دادن و خب البته از اون طرف هم مواردی بوده که چیزی ندادن. وقتی یه پروژه رایگان باشه چیزی هم نده، عملا ما ضرری نکردیم، خصوصا وقتی همچین پروژه هست و کاملا جایگزین چت جی پی تی و دیپسیک و امثال اون، یعنی خود همونه، موتور هوش مصنوعیش هموناست، یه ای پی آی از چت جی پی تی یا دیپسیک منتها یک جا اینو انجام داده. و حالا ما هر روز وقتی میخوایم سوالی بپرسیم چطوری با چت جی پی تی در تعاملیم، با دیپسیک در تعاملیم، به جاش از این استفاده میکنیم. اگر چیزی داد که خدا رو شکر میکنیم، ندادم ضرر نکردیم، ازش استفادهمون کردیم، پولی هم براش خرج نکردیم. منتها چرا من روی این پروژه خودم حس مثبتی دارم؟ میدونید من خیلی پروژه معرفی نمیکنم مگر مواردی که بدونم به یه دردی میخورن، مثل نات کوین، مثل گرس، مثل حالا اون موارد مختلفی که بوده و قدیم گفتیم. عرضم به خدمت شما دوستان عزیز که باشد این پروژه میرا هست، فاندرهای خوبی پشتشن. یه خبر جذب سرمایه 9 میلیون دلاری رسمی داشته که اون مهم نیست. یه خبر غیر رسمی هم هست که شاید یه جذب سرمایه 100 میلیون دلاری هم داشته باشد. اگه این خبر تایید بشه، مایی که قبل از اون خبر خوب پوینت جمع کردیم و خوب از این پروژه استفاده کردیم، احتمالاً بتونیم کلامونو بندازیم هوا. چرا؟ چون از بقیه کاربرایی که بعدش میخوان بیان کلی پوینت جلوتریم، میتونیم توی رده های بالاتر اون پروژه قرار بگیریم و پروژه ها عموما میان دسته بندی میکنن، لول بندی میکنن، اصطلاحاً تایر بندی میکنن. یوزرهایی که برترن مبلغ بیشتر ایردراپ میگیرن طبیعتاً، و یوزرهایی که اون آخر هستن تقریبا چیزی بهشون نمیرسه. پس هر چه زودتر و بیشتر این پروژه رو بزنید، شانستون برای گرفتن ایردراپ بهتر میره بالاتر. خب تا حالا اینقدر کتابی پشت هم صحبت نکرده. آقا مثل هر پروژه ایردراپی دیگه‌ای توی فضای بلاک چین، شما برای فعالیت بلاک چینی نیاز به ولت دارید. با ولت اکثرتون آشنایی دارید، یعنی حداقل رو پروژه‌های تلگرامی نات کوین و همستر رو از خوباش گرفته تا چرت و پرتاش همش یه ولتی استفاده کردید. حالا اینا یه لایه عمیق‌تری از ایردراپن. شاید اکثرا ایردراپ رو در حد نات کوین و اینا شنیده باشید، ولی خب ما لایه‌های بسیار عمیق‌تری از ایردراپ رو داریم که حتی بعضیش تخصصیه، حتی بعضیش شاید نیاز داشته باشه به کدنویسی یا فعالیت‌های پیچیده‌تر که اصلا ما با اونا کاری نداریم اینجا. چون حالا این یکی ساده تره، ما اینو توضیح میدیم بهتون. ولتی که ما استفاده میکنیم ولت اتریومی باید باشه
متامسک میشه، تراست ولت هم که نشه ولی دردسر داره، ولی رایج‌ترین و بهترین و کره ترین ولتی که میشه استفاده کرد ولت ربیه. این پروژه رو روی گوشی هم میتونید بزنید، منتها روی گوشی ولت ربی به کار شما نمیاد، از ولت زریون باید استفاده کنید. بذارم اول گوشیشو بگم چون شاید اکثرتون با گوشی میخواد بزنید. ولت زریون رو حالا من لینکش همشو براتون میذارم، رو گوشی که نصب کنید بالا بیاد، فرآیند ساخت ولتش دقیقاً مثل همین ولتیه که من الان با ربی میسازم، اکثر کارشه که فقط من نکته ولت زریون رو بگم. شما ولت زریون رو که نصب کردید روی گوشیتون، ببین همینه، واقعا چیز خاصی نیست. شما این لینک پروژه‌ای که من الان به شما میدم رو میزنید، لطف میکنید این لینک پروژه‌ای که من خدمتتون میدم رو میزنید، واردش که میشید، اینجا از شما میخواد که ولتتون رو متصل کنید. روی گوشی هم دقیقاً همین صفحه رو براتون میاره. روی مرورگرتون میتونید گزینه کانکت ولت رو بزنید. به محض اینکه کانکت ولت رو بزنید، اینجا روی دسکتاپ من ولت ربی رو انتخاب میکنم، شما رو گوشی ولت زریون رو انتخاب میکنید. یه همچین قیافه‌ای داره، ببین این یکی آیکون کوچولو هست اینجا، این یه دونه، این زریونه، این ولت زریونه، اینجا همینه دیگه. شما اون رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه اون رو انتخاب کردید، ولت زریونتون براتون باز میشه، کانکت رو میزنید و ساین رو میدید و تمام. خود ساخت ولت به چه صورته الان میگم خدمتتون. ببین دیدی کانکت شد. حالا اینجا ساین رو میزنیم، این امضا میکنیم، یعنی عملا داریم میگیم آقا خودش اینجا نوشته داریم ساین چی رو میدیم، نوشته داری آدرس تو وریفای میکنی، یعنی میگه آقا این آدرس منه، پوینتی میخوای بدی بعدن ایردراپی خاصی بدی به این آدرس باید بدی به کیف پول من، برای که گم نشه این ساین ازتون میگیره. حالا بذار من قبل از اینکه اون استارت بزنم اینجا اینو بگم، شما ولت ربی رو که نصب کردید یا ولت زریون رو که نصب کردید فرقی نداره، همه ولت ها همین فرایند رو دارن. شما وقتی نصبش میکنی باید بزنی که این گزینه کریت نیو سید فریز یا فلان و این نیو ولت یا همچین چیزی رو باید بزنی. یه گزینه دیگه همه ولت ها دارن، ایمپورت ولت یا ایمپورت سید فریز. نه، ما ایمپورت رو نمیخوایم. اگه از قبل ولت داری که اصلا کلا این توضیحات رو بیخیال شو، مستقیم برو پروژه رو بزن اگه میدونی چی دارم. اینو من دارم واسه دوستانی میگم که اصلا نمیدونن ولت چی، حالا کار نکردن یا اینکه نمیدونن چجوری باید ولت بزنن، من واسه اونا دارم میگم. پس اگر شما ولت دارید با ایردراپ آشنایید، اسکیپ کنید برید جلوتر، خود اینو آموزش اینو ببینید. پس اگه ولت ندارید اینجا رو میاد، یک کریت نیو سید فریزی هست، شما اینو میزنید، بهتون یه 12 کلمه میده که این 12 کلمه رو هر کی داشته باشه میتونه به ولت شما دسترسی داشته باشه. پس طبیعتاً شما نباید به هیچ وجه این 12 کلمه رو در اختیار کسی بذارید یا گم بشه. اگه گم بشه هم دیگه کارتون زاره، بعداً نمیتونید ایردراپتون. این 12 کلمه رو حتما یه جا بنویسید، یه جای امن نگهداری کنید. خب میزنم سیو کردم، میرم مرحله بعدی، اینجا آدرس رو فعال میکنیم، دان. خب ببین الان واسه من یه دونه ولت اینجا ساخته. من میام اینجا ولت رو به همون شکل، زریون هم همینه، روی گوشی هم به همین صورته. اونجا یه 12 کلمه بهتون میده، اون 12 کلمه رو ذخیره میکنید و بعد دوباره برمیگردید توی این لینکی که بهتون دادم. اونجا به جای کانکتی که میزنید ولت ربی رو انتخاب میکنید، روی مرورگر گوشیتون ولت زریون آیکونش هست، رو اون کلیک میکنید و ولت زریون رو انتخاب میکنید، ولت زریونتون میاد بالا. فرآیندش به همین شکله، یه ساین مجدد میدید و کار انجام میشه. من متصل کنم مجدد به این آدرس جدیدی که آوردیم. کانکت ساین. خب بعد از اینکه وارد این هوش مصنوعی عزیزمون شدید، اینجا میتونید سوالاتتون رو بپرسید. روزی 10 تا سوال بیشتر نمیتونید بپرسید و به ازای هر سوالی که میپرسید 100 تا پوینت بهتون میده. فرض کن مثلا من این سوال ازش پرسیدم، حالا تا این به سوال ما جواب میده 3 تا تسک هم همون اول کار داره اینجا.
که فقط روش کلیک کنید تایید میشه. فالو توییتر و دیسکورد و ایناست. این دیسکوردش حالا اگه اکانت دارید از قبل که عضو شید، حتما اخبارش اونجا توی دیسکوردشون حتما دنبال کنید، آپدیت باشید اگر چیزی اضافه شد یا کاری خواستن. دیسکوردش رو حتما عضو باشید. حالا ببینید 30 تا پوینت به ما از این 3 تا تسک میده. یه دونم سوال پرسیدم، از 10 تا سوال روزانم 10 تا بابت اون داد. هر سوال 10 تا پوینت میده. من اشتباهی گفتم 100 تا پوینت. اینجا شما میتونید تنظیم کنید که از چه موتوری استفاده کنید، از دیپ سیک، چت جی پی تی یا الاما. حالا من دیپ سیک رو هم انتخاب میکنم، اینو ازش میپرسم. روزانه بیاید 10 تا سوالتون رو بپرسید. پیشنهاد میکنم هیچ روزی رو از دست ندید که بتونید بیشتر پوینت بگیرید و توی رده‌های بالاش قرار بگیرید. کاری هم نداره، روزی 5 دقیقه وقت شما رو نمیگیره. عرض کردم بهتون در فضای بازار مالی هیچ قطعیتی وجود نداره. من نمیتونم بنویسم امضا کنم، هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه. اگرم کرد شک کنید و ازش دوری کنید که آقا این قطعا میاد یه ایردراپی میده و یه پول خوبی میده و فلان و این داستانا. نه، هیچ کدوم همچین قطعیتی نداره. اما این پروژه جزو پروژه های خوبی است که من خودم دارم خوب میزنمش و به شما پیشنهادش میکنم که البته هم گفتم بهتون هم رایگانه، ریسکی نداره، همین که کارتون رو راه میندازه. خب اینجا شما 10 تا سوالتون رو میپرسید، پوینتاتون رو میگیرید، میذارید، میرید. 24 ساعت بعد دوباره بهتون اجازه میده 10 تا سوال جدید بپرسید و همینطوری هی پوینت بگیرید، برید بالا تا روزی که اخبارش بیاد. موضوع دیگه نمیمونه. اگر آپدیت خاصی داشت، نکته خاصی داشت، من بعداً بهتون میگم.